دو سه نفری که در شورای امنیت بودن، یکی دکتر صاحب زیا بود که بسیار دستک میزد می کارا. هر روز او را قطزو پرتو، را قطزو پرتو، را قطزو پرتو. کدام آخر دکتر زیا؟ یاسین زیا که بودن در شورای امنیت بودن، به حیث معاون شورای امنیت آمده بودن، سرقماندانی حالا. دیگه یک روز باز خواستم گفتم دکتر صاحب اگر چیز از علاقه داری به وزارت داخله، گفتم ضرور نیست که چیز پشت سر سابوتاژ کنی چیزی را. گفتم ما اینجا که آمدیم، گفتم یک واسطه ما قوی گفتم که گفتم من موضوع رئیس جمهور هم نمیکشم. شوخ کردم امروز. گفتم از اون خاطر گفتم فکر میکنم که بهتری است که شناختی که بین ما شما است باید باعث همکار کار کنیم با هم. اگر علاقه داری که وزیر دفاع شی، وزیر داخله شی، گفتم حاجت به چیز است این چغلگری و این چیز است شیطنت و این منافقت نیست دیگه. را چی کرده بودن؟ خود تخریب میکردن پسر یک چند مورد ما او را برام از خود شورای امنیت دیگه مستند آوردن و صدایشان تا ثبت کردگی آوردن برام. باز ما برش در حضورش گفتم غیر مستقیم دیگه تو نیش میزد. نه خب کسایی که بخواین که باز یک کس رو تخریب کنن اون کارو میکنن. باز ما برش گفتم که دکتر صاحب از ما برادرم هستی، رفیقم هستی، نان نمک یک دیگه رو خوردیم. گفتم ما گفتم با چوکۍ دولتی نگفتم کدام دلچسپی دارم نه علاقه مندی، این تو اینجا امکانه مرا آوردن. گفتم همین تو واضح گفتم من نه پیش کسی رفتیم. برو گفتم کل سیاسیونی که در کشور است برشان برو از پیشون پرسان کن. اگر ما پیش کسی رفته باشم والا مرا وزیر فلانه چیزی، من اینجا اومدیم گفتم با لیاقت و شایستگی و استعداد و توانمندی خودم اومدیم و در آینده افغانستان هم در جایی که باشم و حتما مملکت بر ما شاید ضرورت پیدا کنه، به خاطر اینکه هر کس یک قوت می داشته باشه و خداوند هر کسی رو به یک ماموریت من چی کرده، موظف ساخته و خلق کرده. و گفتم ما تجارت کردن نمیتونم، بسیار کارهای دیگه از نگاه میکنن من نمیتونم و من خدا سه بینیم کار از من خلق کرده و دمی باش مرا تا استعداد داده و این یک مدیر خوب هستم، یک چیز و یک رهبر خوبم هستم در سطح استراتژی که میبین میرخم دیگه. اگر خود میخواین باز خوب یکی باز دکتر سه مهم که آمد دوم